سلام خدمت همراهان عزیز کانال دل تو دل. خیلی خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای عاشقانه جدید ما. لطفاً برای حمایت از ما کانال را سابسکرایب، ویدیویی را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. سپاس از همراهیتان. قلبم در کابل، نفسم در شیراز. لیلا دختر 27 ساله از شیراز، دانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی، بیشتر اوقاتش را در مطالعه، ترجمه و نوشتن در وبلاگش می‌گذراند. او اهل دل بود، گاهی غمگین از تنهایی، گاهی امیدوار با شعر. از آنهایی که هنوز حافظ و سهراب را با صدای بلند می‌خوانند. در یک شب بارانی، لیلا در توییتر در حال خواندن توییت‌های مربوط به ادبیات فارسی بود که با متنی روبرو شد که دلش را لرزاند. دلم هوای کابل کرده، نه از سرزمین، از سر دل، جایی که هنوز واژه‌ها بوی زندگی می‌دهند. نویسنده‌اش کسی بود به نام سامی یعقوبی. در پروفایلش نوشته بود نویسنده کابل نشین، عاشق زبان مشترک ما. لیلا با دلگرمی و کنجکاوی نوشت کلماتت عجیب شبیه دردهای من است. خوشحالم که پیدات کردم. و این اولین جمله‌ای بود از صدها جمله‌ای که بعداً بینشان رد و بدل شد. سامی پسری 30 ساله از کابل در یک انتشارات کوچک کار میکرد و شبها داستان مینوشت. آدمی آرام با چشمانی جدی اما مهربان. از همان مکالمه اول متوجه شد لیلا تنها یک دختر معمولی نیست. او اهل شنیدن بود، اهل واژه، اهل دل. گفتگوهایشان از توییتر به واتساپ کشید، بعد تماسهای طولانی. ساعتها درباره فرهنگ، زبان، مهاجرت، عشق و حتی تنهایی حرف می‌زدند. لیلا با شوق برای سامی از حافظ و سعدی می‌خواند. سامی برایش از شاعران افغان مثل خلیل الله خلیلی و رهنورد زریاب تعریف می‌کرد. کم کم این ارتباط که فقط یک تبادل فکری به نظر می رسید به چیزی عمیق‌تر تبدیل شد. احساسی آرام اما ماندگار. لیلا نوشت سامی، گاهی فکر می کنم اگر ما در یک شهر بودیم تو همانی بودی که همیشه به دنبالش می گشتم. سامی جواب داد شاید ما از دو کشور باشیم اما دلهایمان در یک زبان نفس می کشند. اما عشق راه ساده ای نیست، به ویژه وقتی مرز بینتان کشیده اند. خانواده لیلا با احتیاط به ماجرا نگاه می‌کردند. مادرش گفته بود یک مرد افغان؟ دخترم مطمئنی؟ میدونی سختیاش چقدره؟ و در کابل سامی هم با نگاه سنگین اطرافیان مواجه شده بود. تو خیال کردی دختر ایرانی باهات ازدواج میکنه؟ خیالت هست سامی؟ اما آنها تسلیم نشدند. دلهایشان گواهی میداد که این رابطه واقعی است، عمیق است، سزاوار مبارزه است. لیلا تصمیم گرفت برای شرکت در یک کنفرانس ادبی به هرات سفر کند، شهری که هم فرهنگ ایرانی دارد و هم به کابل نزدیک است. سامی هم راهی هرات شد، با دلی لرزان، با شوق دیدار زنی که فقط در قاب گوشی دیده بود. در حیاط هتل وقتی نگاههایشان برای اولین بار به هم گره خورد، لبخندی زدند که پر از حس آشنایی بود. نه نیازی به حرف بود، نه تعارف. در کوچه پس کوچه های هرات با هم چای خوردند، کتاب فروشی ها را گشتند، شعر خواندند و زیر آسمان شب سامی با صدای لرزان گفت لیلا، دلم میخواد این عشق فقط در فضای مجازی نمونه. میخوامش واقعی شو، باشه تا ته. لیلا دستش را گرفت و گفت اگر این دنیا جای سختیه، دو نفر عاشق باید دست همو بگیرن، نه فرار کنن. بازگشت به واقعیت سخت بود، اما امیدشان بیشتر از ترسهایشان بود. در ماه‌های بعد سامی برای دریافت ویزای ایران اقدام کرد. لیلا با پدر و مادرش صبورانه صحبت کرد. از سامی گفت، از شرافت و سوادش، از عمق رابطه‌شان. کم کم دل خانواده‌اش هم نرم شد. در زمستانی آرام سامی به تهران آمد. یک جشن ساده گرفتند با خانواده، دوستان و چند شاخه گل یاس. حالا سامی و لیلا در آپارتمانی کوچک در حوالی شیراز زندگی می‌کنند. هر شب کنار هم کتاب می‌خوانند. گاهی صدای غمگین احمد ظاهر را گوش می‌دهند، گاهی با لهجه‌هایشان شوخی می‌کنند. اما مهمتر از همه حالا کنار همند. نه از کابل، نه از شیراز، بلکه از دل هم. و این یعنی عشق، بی‌مرزترین سرزمین است. ممنون که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.